سلام بچه‌ها، به یکی دیگه از سری ویدیوی تدریس کتاب گرامر انگلیس خوش اومدید. امروز می‌خوایم درس نهم رو با هم بررسی کنیم. درس امروزمون راجع به have و has هستش که به معنی داشتن هستن. داخل این درس می‌خوایم راجع به داشته هامون حرف بزنیم یا راجع به داشته های یه نفر ازش سوال بپرسیم. تیتری که کتاب برای این درس انتخاب کرده I have and I have got یا I've got که به صورت شورت فرم نوشته شده و هر دو سیم هستن و یه معنی میدن. بریم سراغ متن کتاب ببینم چی بهمون گفته. اینجا داریم که You can say I have or I've got. You can say he has or he's got. همینجا داره به ما یه هینت میده که برای I, we, you, they از have استفاده میکنیم، برای he, she و it که سوم شخص مفرد هستن از has استفاده میکنیم. کلا قاعده سوم شخص مفرد از بقیه معمولا جداست. و همینطور که گفتیم که I have و I have got یه معنی میدن، داریم دوباره برای I, we, you, they از I have got و برای he, she, it از has got استفاده میشه که اینا رو بخوایم به صورت شورت فرم هم بنویسیم اینطوریه I've got, we've got, you've got, they've got و برای سوم شخص he's got, she's got, it's got. اینجا هم یه مثال باز گفته I've got a headache. من سردرد دارم. خب بریم پایین تر ببینم که آدم خواسته شورت فرم رو هم که گفتیم. بریم واسه بررسی مثال ها. مثال 1 I have blue eyes. من چشمان آبی دارم. اگه اینو بخوایم با have got یا has got بنویسیم چطور میشه؟ میگیم که فاعلمون آیه اول شخصه، پس به صورت have got استفاده میکنیم و میگیم I have got blue eyes. مثال بعدی Tom has two sisters. تام دو تا خواهر داره. بخوایم به صورت have got یا has got بنویسیم چطوره؟ میگیم تام سوم شخص مفرد he هستش، پس برای he has got میاد. به این صورت مینویسیمش Tom has got two sisters. مثال بعد Our car has four doors. ماشین ما 4 تا در داره. بخوایم به صورت دیگه بنویسیم میگیم Our car یه جورایی همون it برمیگرده به فاعل it، پس برای it چی میاد؟ has میاد و می‌نویسیمش Our car has got four doors یا میتونیم بنویسیم It has got four doors به این صورت. مثال بعد Sarah isn't feeling well. میگه سارا حال خوبی نداره. سارا مریض احواله. isn't feeling well. و قسمت دومش میگه She has a headache. او سردرد داره. She has a headache. او سردرد داره رو بخوایم بنویسیم با have got یا has got، خب میگیم فاعلمون شیه، پس از has got استفاده میکنیم و به صورت She's got a headache مینویسیم که شورت فرم میشه طبق جدولی که داشتیم. She has got رو میتونیم بنویسیم She's got. مثال آخرش برای این پارت A They like animals. They have three dogs and 6 cats. اوکی؟ اینجا با have آورده. بخوایم به این صورت دیگه بنویسیمش میگیم They have got or they've got و همین جمله رو تکرار میکنیم. میگیم آنها 1 اسب، 3 سگ و 6 گربه دارند. این پارت A بود که توضیحات مختصری از این درس بود و بریم سراغ پارت B. اینجا حالت نگاتیو رو برای ما بررسی کرده. برای حالت منفیشون ما از فعلای کمکی don't و doesn't استفاده میکنیم. برای I, you, we, they از don't و برای he, she, it از doesn't استفاده میکنیم. اگه که ما جمله بندیمون با have و has بود دیگه گاتو نداشتیم. مثلا میگیم که I have blue eyes یا بگیم I don't have blue eyes. اگه have بود خب براش don't میاد، اگه has بود براش doesn't میاد، ولی اگه have got یا has got بود بعد از haveمون یعنی بین have و got یه not میاد. به این صورت که میشه I haven't got یا I have not got. بریم مثالا رو توضیح بدیم که بهتر بفهمیم. خب اینجا مثال اول گفته
I don't have a car. خب I don't have a car or I have not got a car. یا به صورت شورت فرم نوشتهش I haven't got a car. من یک ماشین ندارم. مثال بعدی They don't have any children. آنها هیچ بچه‌ای ندارند. خب اینو بخوایم با have got بنویسیم گفتیم بین have و got یه not اضافه میکنیم و به این صورت می‌نویسیمش They haven't got any children. یا بخوایم از شورت فرم درش بیاریم می‌نویسیم They have not got any children. مثال سوم It's a nice house but it doesn't have a garage. میگه این خونه خوبیه ولی گاراژ نداره. اینو به چه صورت میتونیم بنویسیم؟ It doesn't have a. ایته پس سوم شخصه، پس بخوایم مثلا برای حالت have got یا has gotش بریم از has استفاده میکنیم و بین has و got چون که فعلمون جملمون منفیه از یه کلمه not استفاده میکنیم و به این صورت میگیمش It hasn't got a garage. آن یک گاراژ ندارد یا It has not got a garage. مثال چهارم و مثال آخر این پارت Mariko doesn't have a job right now. میگه ماریکو فعلا در حال حاضر شغل نداره، یک شغل نداره. خب جا ماریکومون سوم شخص هیه پس از has got واسش استفاده میکنیم و چون که جملهمون منفیه از یه not بین has و got استفاده میکنیم و به صورت hasn't got یا has not got جمله رو مینویسیم که اینطوری میشه Mariko hasn't got a job right now. خب حالت مثبتش رو هم بررسی کردیم، حالت منفی رو هم بررسی کردیم. بریم سراغ پارت C. و پارت C راجع به حالت سوالیشون داره به ما توضیح میده. یعنی میگیم که برای حالت سوالی باید اینا رو چطور به کار ببریم. اگه جمله‌مون به صورت معمول نوشته شده بود مثلا با I have, you have, she has, he has بود کافیه که از یه فعل کمکی do استفاده کنیم و بیاریمش اول جمله. همین دو رو میاریم اول جمله و جمله‌مون سوالی میشه. یا مثلا اگه فعالمون سوم شخص بود دازو میاریم اول جمله و جمله سوالی میشه. حالا اگه که به صورت I have got, you have got, she has got بود اینا چطوری میشن؟ have و has به اول جمله میان. فهمیدید؟ have و has به اول جمله میان به این صورت. مثالا رو بررسی کنیم که بیشتر جا بیفته. خب مثال اول گفته Do you have a camera? No, I don't. خب یه مدل سوالی اینطوری به ما گفته Do you have a camera? دو رو آوردیم اول جمله، فعلمون در حالت خبری اینطوری بوده You have a camera. خب میخوایم این You have a camera رو سوالی کنیم، می نویسیمش یه فعل کمکی دو اضافه میکنیم به اول جمله و به این صورت Do you have a camera رو می نویسیم و جمله سوالی میشه. در جواب میتونیم هر چیزی بگیم No I don't, yes I do. خب این از این. ولی بخوایم یه مدل دیگه اینو بنویسیم به عنوان مثال جمله خبری ما اینطوری بوده You have got a camera. تو یک دوربین داری. اگه جمله‌مون اینطوری بود You have got a camera میخواستیم این جمله رو سوالی کنیم چیکارش میکردیم؟ have رو میآوریم اول جمله Have you got a camera؟ آیا تو یک دوربین داری؟ و به این صورت سوال رو میپرسیدیم و در جوابش هم میتونیم بگیم No I haven't یا Yes I have. خب مثال بعدی Does Jennifer have a car؟ میگه آیا جنیفر یک ماشین دارد؟ خب جمله‌مون اینجا چطوری بوده؟ جمله‌مون اینجا به این صورت بوده که Jennifer has a car. مثلا در حالت خبری اینطوری بوده Jennifer has a car. خب میخواستیم اینو سوالی کنیم چیکار میکنیم؟ میگفتیم خب جنیفر سوم شخص شیه پس باید از فعل کمکی داز استفاده کنیم و داز رو اول جمله میاریم و اون هست تبدیل به have میشه و به این صورت جمله رو سوالی میکنم میگیم Does Jennifer have a car؟ آیا جنیفر یک ماشین دارد؟ و در جوابش میتونیم بگیم Yes she does or No she doesn't. خب یه حالت دیگه هم داشتیم که مثلا بگیم که Jennifer has got a car.
جنیفر یک ماشین دارد. حالا اگه جمله خبریمون به این صورت بود جنیفر has got a car، سوالیمون چطوری میشد؟ has رو میآوریم اول جمله و میگفتیم has Jennifer got a car؟ آیا جنیفر یک ماشین دارد؟ و در جواب میگفتیم yes she has، بله او دارد، یا میتونستیم بگیم no she hasn't، نه او ندارد. خب مثال بعدی what kind of car does she have؟ میگه چه نوع ماشین هایی او دارد. what kind of car does she have؟ یا اینو به یه صورت دیگه سوالی کنیم میگیم what kind of car has she got؟ اینجا به جای does از has استفاده میکنیم و به جای have از got. همین جمله است. what kind of car does she have رو میتونیم به این صورت بنویسیم what kind of car has she got. خب مثال آخر how many children do they have؟ آنها چند بچه دارند. یا این سوال رو به نحوه دیگه بپرسیم و بگیم how many children، به جای do از have استفاده کنیم و به جای have دوم از got استفاده کنیم و بگیم how many children have they got؟ آنها چند بچه دارند. این هم از پارت سی و درسمون اینجا تموم شد. امیدوارم که این درس رو خوب فهمیده باشید و توضیحات براتون مفید بوده باشه. اگه داخل تمرین‌ها به مشکلی برخورید حتما واسم داخل کامنت ها بنویسید تا کمکتون کنم و راهنمایی لازم رو بهتون برسونم. و اینکه دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.